درود خدمت همه شما عزیزم، امیدوارم حال همتون خوب باشه. من فرید هستم با یکی دیگه از آموزش آیتم های برپایه قهوه در خدمت هستم. تو این ویدیو میخوام براتون آموزش شیر قهوه به سبک یونانی رو آموزش بذارم. طعم و سبک خیلی خاصی رو داره، امیدوارم که خوشتون بیاد. قبل از اینکه بریم برای آموزش بچه‌ها، کانال رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید که از یک به یک آیتم هایی که من دارم براتون آموزش میذارم با خبر بشین که انشالله بتونه هم توی صنعت کافتون از استفاده کنید، هم اگر توی خونه دوست دارین آیتم های کافه رو تجربه کنید بتونید از این ویدیو استفاده کنید و لذتش رو ببرید. ممنونم. بریم که آموزش شروع کنیم. آیتم شیر قهوه یونانی. بچه‌ها شیر قهوه یونانی به چه شکل است؟ قهوه ریز آسیاب شده در حالت ریزترین نوع آسیاب که اصطلاحاً بهش میگن قهوه ترک که در بیرکی یا جزوه اونو شما دم‌آوری میکنید، به علاوه شیر گرماداده شده سرو میکنید. به این میگن شیر قهوه به سبک یونانی. اندازش به چه شکل هست؟ 35 تا 40 میلی لیتر قهوه دم‌آوری شده به سبک یونانی یا همون آسیاب ترک شما دم‌آوریش میکنی، به علاوه 150 تا 180 میلی لیتر شیر گرماداده شده مخلوط میکنی، بهش میگن سبک شیر قهوه یونانی. درست شد؟ بیریکی چی هست یا جزوه چی هست؟ به این ظرف، به این وسیله که توش قهوه آسیاب شده به سبک ترک و دم‌آوری میکنن بهش میگن بیریکی یا جزوه. شما قهوه سبک ترک آسیاب شده رو میریزید توی این 30 تا 35 میلی لیتر آب تصفیه سرد رو میریزید داخلش. اگر دوست داشتی که شیرین باشه شکر قهوه یک قاشق بهش اضافه میکنی، اگر نه دوست دارید تلخ سرو بشه بهش اضافه نمیکنی. مدل‌های مختلفی شما میتونید رو دم‌آوری بکنید. روی شعله گاز میتونید دم‌آوریش بکنید، صبر کنید، به مرور زمان آروم آروم. دستگاه‌هایی هستن، وسیله‌ای هستن که خودشون داخلشون شن هست، شن رو داغ نگه می‌داره، همیشه میتونید روی شن اینو دم‌آوریش بکنید. با لوله استیم دستگاه اسپرسو هم اینو میتونید دم‌آوری بکنید. سریع‌ترین راهش اینه که آسان‌ترین راهش اینه که شما ممکنه مثلا سفارش زیاد داشته باشید، توی کافت 10 تا 15 تا مهمان داری، همه شیر قهوه یونانی رو میخوان، راحت‌تر اینه که با لوله استیم رو دم‌آوری بکنید. بیریکی جزوه هم سایزهای مختلف داره، جنسای مختلف داره، از مس داره. این بیریکی من مسیه، برای یک کاپ من گرفتم. میتونی 2 کاپ، 3 کاپ، 4 کاپ، یه حجم مختلف داره. مسی استیل هم داره، هر کدوم که براتون مقدور و دم دست هست میتونین بگیرید. یک کاپشو بگیرین برای سرو مثلا قهوه ترکتون، وقتی کوچیک‌تر باشه یکم دم‌آوریش راحت تره، زودتر میتونین برسونید به اون کرمایی که میخواین روی قهوه ترکتون باشه. اگر هم سفارش زیاد دارین سعی کنید بیریکی بزرگتر بگیرین که نخواین هی یکی اسارگیریش انجام بدین، همون دم‌آوریش انجام بدین. خب حالا من 25 تا 30 میلی آب سرد تصفیه شده رو ریختم داخل این قهوه ترک، هم بهش اضافه میکنم، با لوله استیم دم‌آوریش میکنم. بعدش 150 تا 180 میلی لیتر شیر رو داخل پیچرم گرما میدم، با بهش مخلوط میکنم. بریم عملش انجام بدیم. خب قهوه‌مونو دم‌آوری کردیم، همونطور که توی تصویر دیدین. میایم اضافهش میکنیم به لیوان سروی که میخوایم داشته باشیم.
این از قهوه دماوریش. توی مرحله بعدی چیکار میکنیم؟ میایم 150 تا 180 میلی لیتر بسته به اون لیوان، به اون کاپی که داریم میخواین سرو بکنین. اگر هم دوست دارین توی حجم کمتر باشه، کمتر شیرتون رو میتونین بریزین، 100 میلی لیتر بریزین، 110 میلی لیتر. یعنی اینا به صورت سلیقه‌ای نسبت به اون طعم، نسبت به اون کاپ، نسبت به اون درخواست مشتری همش قابل تغییره. فقط شما سبک رسیپی حرفه‌ایشو که بدونید دیگه مابقی کار براتون آسون میشه. برای این آیتم نیازی نیست شما فوم زیادی بگیری یا فوم کمی بگیرید، فقط صرفا شیرتون رو میتونین گرم بکنین، به اون دمای لازم برسونین و اضافه بکنین. نحوه فوم گیری برای کاپوچینو، برای لته یا به هر شکل حرفه‌ایشو بچه‌ها من توی ویدیو قبلی گذاشتم، میتونین بریم اونجا ببینین به صورت حرفه‌ای چطور میتونیم فوم بگیریم برای کاپوچینوتون، چطور میتونیم فوم بگیریم برای لته آرتتون. درست شد؟ حالا من الان شیرمو دما میدم، گرمش میکنم. خب شیرمونم دما دادیم و توی مرحله بعدی اضافه میکنیم به قهوه‌ای که دماوری کردیم. این از شیر قهوه یونانی. این هم از آیتم شیر قهوه یونانی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، دوست داشته باشین. شیر قهوه ایتالیایی هم بچه‌ها توی ویدیو بعدی براتون آموزشون میذارم، تفاوت اصلیشون رو بهتون میگم که توی چه سبک و توی چه سیکلی اون قهوهش دماوری میشه. توی شیر قهوه یونانی هم که بهتون گفتم توی سیکل دماوری روی گاز یا بالاخره قوطه‌وری شما میتونید از استفاده بکنی و شیر قهوه یونانی تو بزنید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مرسی که وقت گذاشتین ویدیو منو دیدین، مرسی که برای آموزش خودتون وقت میذارین. امیدوارم که موفق و پیروز باشین توی کسب و کارتون، توی زندگیتون و هر روز به روز رو به خوشی و سعادتمندی و بهتر شدن حال خودتون و حال خانواده‌تون. وقتتون بخیر. بدرود.